سلام بچه‌ها، چطورین؟ من مبینم و اینجا چنل یوتیوب منه. خیلی خوشحالم که اینجایین الان و میخوایم ویدیو منو ببینین، به خاطر اینکه قراره این میکاپ اسموکی خیلی جذاب خیلی جذاب رو با هم دیگه انجام بدیم و منم که هرچی نکته و اینا بلد بودم بهتون گفتم، آموزشش هم سعی کردم خیلی راحت باشه که همه بتونین انجام بدین و لذتشو ببرین. میرم از نزدیک. حالا امیدوارم تا آخر ویدیو ببینین، سابسکرایب یادتون نره، اینستامو فالو کنین و اینکه همین، امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد. نظرتون هم بهم بگین. همه محصولاتم که این پایین هست. خب از اونجایی که خیلی حوصله روتین پوستی عجیب غریب ندارم، حالا تو ویدیو قبلی که گذاشته بودم دقیقاً یه دونه میکاپ یاد دادم که گفتم میکاپی که به همه میاد، بعد خیلی توش نکته گفتم. روتین پوستیم هم اونجا خیلی کامل انجام دادم، یعنی اگر که حالا دنبال اینین که ببینین روتین پوستی کامل برای قبل میکاپ چی خوبه و فلان و اینا، تا یه حدی واسه استفاده شخصیتون اون ویدیو بیشتر کمکتون میکنه. من الان فقط چون پوستم خشکه این اسپری میست رو میزنم، یه ذره آبرسانی میکنه قبل میکاپ. بعد یه خورده بهش اجازه میدم که جذب شه. در همین حین که داره جذب میشه و یه ذره پوستم نم داره، کرم آبرسان میزنم. آبرسانم رو روی پوست نمدار باید بزن. مالم به هم. حالا بعدش دور چشمم حتما میزنم. من دور چشمم از روتینم قطع نمیشه. زیر چشمم هم نمیزنم دیگه، فکر کنم گفتم اون دفعه. حالا اگر که اصلا این اولین ویدیویی که دارین از من میبینین، دور چشمو همین پایین نگه میداریم. بعد وقتی که این کلان همینجا پخشه کم کم جذب میشه، میره سمت بالا، یعنی میره زیر چشم. ولی خب نیازی نیستش که زیر چشم بزنین که یه وقت توی چشمتون بره و اینا. بعد میریم سراغ مرطوب کننده. رو آبرسان هم مرطوب کننده میزنم که یه حالت لایه محافظتی میشه و اون رطوبت رو نمیذاره که بره. من دارم ویدیو میگیرم. خیلی خوب دیگه، فقط من میگم چون پوستم خیلی خشکه، من یه مرحله هم اضافه کردن روغن دارم. اینکه آشپز اضافه کردن روغن. خب روغن میزنم به پوستم، از این روغن خشکای مخصوص پوست، به خاطر اینکه کرم پود اینجوری پوست من کرم پود اینجوری رو پوست من خیلی بهتر میشینه. داله خودتون خسته بودید، از خودم واقعا خستم. یه ذرم بام لب و این از روتین قبل از میکاپ. خب بریم سراغ اول سایه اسموکی، بعد دوباره حال برمیگردیم روی پوست و اینا. سایه اسموکی ما میخوام با بیس چرب بزنم. یه ذره از حالت مثلا با پودریش و اینا سخت‌تره، ولی به نظرم خیلی خوشگل‌تره. به خاطر همین اگه میخواید یک بار اسموکی یاد بگیرین، اینجوری یاد بگیرین، خیلی بهتره. نوتیف اومد. خب زیر سایه اسموکیم یه ذره پرایمر سایه میزنم. این اصلا مرحله اجباری نیست، میتونین همون کانسیلرتون استفاده کنین، ولی خب کانسیلر کار دوامی و ماندگاری و اینا نمیکنه، یعنی فقط یه رنگ میکنه. خب پرایمرمو زدم، خیلی سعی میکنم حالا چشامو باز نکنم که این قشنگ خوشه. بعد یه ذره واسه یه رنگ شدن پوست پلکم میتونم کانسیلرم بزنم که شما اصلا میتونید میکاپتون رو دقیقا از همینجا شروع کنید. یه ذره کانسیلر فقط بزنین و برین سراغش. خب شما میتونید برین الان اینجا کانسیلر بزنین. من الان یهو یادم افتاد که یه چیزی
توی استوری فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سارینا دیده بودم، میگفتش که سارینا فتحی میگفتش که به جای بیس سایه استیلادر میزنه و مثلا میشه و اینا. حالا گفتم الان که دور همین من اینو تست میکنم، چون که کانسیلر زدن که در واقع کاری نداره دیگه، نیازی یعنی به آموزش که نداره. شما کانسیلرتون رو همین مدلی که الان من دارم استیلادر میزنم شما کانسیلر بزنین اگر که ندارین. اگر دارین که صبر کن ببینیم نتیجه این چی میشه. میتونیم از این به مثلا استیلادر هم بزنیم. البته اگه پرایمر سای رنگی هم از اول بزنین اصلا نیازی به این کارا نیست. خب من یه ذره شروع میکنم اینو پخش کردن. خب که پخشش کردم رو خدا شکر رنگشم اینی که داشتم بهم میخورد. بعد با یه دونه بیوتی بلندر نمدار الان مثلا شما این مرحله کانسیلر زنید هیچ فرقی نمیکنه، میرم تپ 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 اینو فیدش میکنم. خب پوست پشت پلکم الان رنگش یک دست شده و خشکه، یعنی اوکیه، میتونم که الان خیلی خط نمیافته. کلا استیلادر کرم پودر خشکی هم هست، ولی حالا اینکه الان بعدش میکاپ چشمم روش چجوری بشه رو نمیدونم، بریم امتحان کنیم. خب برای سایه اسموکی به یه دونه مداد مشکی چرب احتیاج داریم. چرب یعنی اینکه در حد فید کردن و اینا انقدر زود خشک نشه که نشه فیدش کرد، یه خورده روون باشه که شما بتونید راحت فیدش کنید. برای من این مداد اسموکی افکت گلدن روزه که چند ساله کلا اسموکیان با همینه. یه خورده توی این قضیه ریسک پذیر نیستم، ولی خب میدونم مثلا مداد پیپا هم یه مدلشو که امتحان کرده بودم، چون سه تا مدل ازش یا 2 تا ازش مدل دارم، ولی میدونم که یکیش چرب بود خوب بود دیگه. هر مدادی که چرب باشه میشه، پلت رنگدونه اگر دارین میشه، هر چیز چرب، هر بیس چربی که دارین میشه. حالا من از این استفاده میکنم چون در دسترس تر. معمولا توی چشم مداد میکشم. توی چشم منظورم لثه بالاست، لثه پایینتون رو دیگه سلیقه است، اگه دوست دارین بکشین، اگه دوست ندارینم نکشین. لثه پایینم فقط در حد این گوشه ها رو دوست دارم که بکشم و حالا مثلا یه خورده چشمم انگار که کشیده تر میشه. بعد میرم شروع میکنم از بن موجم اینجوری شلخته شلخته یه خورده فقط مدادم رو میذارم. میبینی چه جوری؟ خیلی مدلش مهم نیست، فقط در حد اینکه یه خورده اینجا از مدادتون بذارین. خب بعد هر یه طرف رو هم موقع انجام میدم. میرم سراغ یه دونه براشی که متراکم و یه خورده کوچولوه. بعد شروع میکنم اینو فید کردن. مدل فید کردن باید اینجوری از سمت بالا باشه، یعنی دستتون رو ببرید بالا، براشتون اینجوری کوچولو کوچولو فیدش کنید بیاریدش بالا. ولی این مرحله فید کردن، این رنگ مشکیتون از این حدقه چشم، یعنی چه خط کریس از بالا چه این ورم این قسمت حدقه چشم بیرون نره. مشکیتون رو همینجا نگه دارین، تو همین قسمت فیدش کنین. اگر فاصله چشماتون متناسبه یا اینکه به همدیگه نزدیکه، یه مقداری جلوی چشمتون رو خالی بذارین که یه خورده روشن ترش میکنیم. این قسمت رو منظورمه، خیلی تیره رو تا اینجا نیارین. ولی خب اگر که چشمتون فاصلهش هم زیاده، سایه اسموکیتون قشنگ تا جلو بیارین که اون فاصله ها رو کمتر میکنه. خب من تقریبا فیدش کردم. یه ذره لبه هاشو میتونین با انگشتتون فید تر کنین که هیچ ردی نمونه، سایتون قشنگ تر میشه. چرا با انگشتون؟ هنوز بیس چربه دیگه، میتونین یه خورده با انگشت بهش فرم بدین. خب این از این. میرم سراغ این یکی چشم.
خب این شد الان بیس چربم یه ذره نور میزنه، نمیدونم تصویر رو داره چه شکلی میکنه، بذار درستش کنم. این شد بیس چربم که الان دوتا چشمم هم زدم، همونجوری فیدش کردم، روش هنوز هیچی نیومدم و این بیس چرب الان نیاز داره که فیکس بشه و یه جورایی سر جای خودش بمونه، خشک بشه. خب من توی این مرحله شما هم میتونید برین سراغ یه رنگ مشکی، هم میتونید برین سراغ یه رنگ قهوه‌ای تیره، همین که اصلا میتونید برین سراغ رنگ‌های تیره، مثلا رنگی مثلا بنفشه تیره، سبز تیره. این دیگه سلیقه خودتونه. من میخوام یه چیزی باشه که حالا خورده مثلا به لباسم بیاد و یه رنگ نودتوری باشه که بیشتر شاید همه دوست داشته باشن. میخواستم از این هادا بیوتی ها استفاده کنم که میتونم استفاده کنم، ولی خب خیلی رنگاش به درد الانم حس میکنم که نمیخوره، ولی خب میزنم. از این ناتی استفاده میکنم. براش کوچولویی میخوایم که بتونیم باهاش مواد گذاری کنیم. یه چیزی مثل این کوچولوه که میشه باهاش سایه‌مونو بذاریم. من میخوام از این رنگ قهوه‌ای تقریبا استفاده کنم. اسم رنگش هم ناتیه. خب یه ذره ازش برمیدارم، کم میکنم، بعد شروع میکنم تپ تپ میذارم رو همه اون جاهایی که این بیس چربم و مشکیه رو زدم. میبینی؟ تپ تپ اصلا نمیکشم، این قراره فقط سایه‌مو برام خشک کنه و سر جای خودش فیکس کنه. الان با این سایه قهوه‌ای زدم ولی میبینین که تیره تر از حالت معمولی شد، به خاطر بیس مشکیمه. اگر که خب روی همون بیس مشکی بیان رنگ مشکی هم بزنین دیگه اسموکیتون از این هم تیره تر غلیظ‌تر میشه دیگه، هر جوری که سلیقه خودتون دوست دارین. من دوست دارم که همینجوری قهوه‌ای تیره باشه اسموکیم. خب ما واسه اسموکی 3 تا مرحله میخوام. این الان مرحله 1 بود که تموم شد. مرحله 2 این قسمت پلک یه رنگی باید بزنیم. مرحله 3 باید اینجا یه حالت ترانزیشن بزنیم، یه سایه روشن‌تر بزنیم که دیگه وصل میشه اینا به پلک، مثل یه تونالیته که از این مشکی که بن مجمع شروع میشه و بعد خیلی آروم بره سمت رنگ پلکمون. من توی این مرحله معمولا از همون رنگم، حالا با یه خورده مثلا رنگ یه ذره روشن‌تر ترکیبش میکنم. ببخشید. بعد این مرز رو میبینی دوباره بالا روی همین مرزه شروع میکنم تپ تپ گذاشتن و بعد فیدش میکنم سر جای خودش. نکن این مرزه هست که دیگه سایه‌مون تموم شده و خالیه، روی این مرزه میذارم و بعد سر جای خودش شروع میکنم به فید کردن. این شد مرحله دوم. میبینی سایه خیلی تمیز یک دسته. حالا دیگه مرحله سومم یه رنگ یه ذره روشن‌تر اضافه میکنم، فید میکنم و تموم میشه. دوباره رنگ سومم من از یه رنگ همون توناژ خود روشن‌تر استفاده کردم، میذارم روی مرز بعدیم و بعد شروع میکنم فیدش میکنم. فقط دیگه این قسمت فید کردن آخر رو باید خیلی براش تایم بذارین که کاملا همش تو هم دیگه بره و خیلی مرز و اینایی نمونه. سایه اسموکیم تمام شد تقریبا. من در همین حد الان اوکی ام. مثلا شما میتونین دوباره یه لایه از اول تکرارش کنین، یعنی بیاین دوباره مثلا یه رنگ تیره تر بذارین، هی همچون مرحله به مرحله بیاین بالا، یا اصلا همین رنگا رو دوباره تمدید کنین. من قراره که طبق معمول همین الان پاک کنم بعد از این ویدیو، خیلی واسش وقت نمیذارم، فقط خواستم که تکنیکش رو یاد بگیرین. زیر چشم اگر که سایه چیزی ریخته باشه تمیز میکنم، این گوشه چشم یه خورده سایه‌مو مرتب میکنم، بعد بریم سراغ پوست. نگفتم با چی تمیز میکنم، الان تمیز کردم مرتب شد. میبینی خطم انداختم که یه خورده کشیدش از سایه‌ام. من با کرم دور چشم تمیز میکنم، میستلار به هیچ عنوان نمیزنم. کرم دور چشم چرا؟ به خاطر اینکه هم خب تمیز میشه زیر چشمم، همین که اگه کرمی هم چیزی هم میمونه بازم واسه دور چشمم خوبه دیگه، یعنی نیازی نیستش که بعدشم مثلا بخوام باز کاری بکنم، همین مستقیم دیگه میرم سراغ میکاپم. ترکیبی که اون دفعه توی اون ویدیو زدم واسه کرم پودر رو
بی نهایت دوست داشتم. الانم خیلی داشتم وسوسه میشم دوباره همونو بزنم، ولی گفتم مثل جدید امتحان کنیم کنار هم دیگه، یعنی امتحان کنیم که من اینو خیلی وقت نمیزنم اما واسه شما گفتم که اینو تست کنم. این ضد آفتابای مکیسان فکر کنم اسمش، آره، از سانسیف. اینا رنگی هن. بعد خیلی توش ضد آفتاب داره، پرایمر داره، خودش فاندیشن، خاصیت آبرسانی داره، فاقد چربیه، خیلی خیلی خوبه واقعا، مخصوصا واسه استفاده شخصی. من این دوتا رنگش رو همیشه با هم قاطی میکنم، یکی NW20 شو، یکی N20 شو. کلا یکیش میشه بژ روز گلد، یکیش میشه بژ طبیعی. یه ذره تو دستم میریزم اینها. این چقدر معلوم میشه این بژ روز گلده. این کنارش که یه ذره بهش اضافه میکنم که فقط کرم پودرمو یه خورده گرم میکنه رنگش. این یکی بژ طبیعی. بژ طبیعی یه ذره نخودی داره، بژ روز گلد تقریبا خنثی میشه، تقریبا آره خنثی دیگه. خب اینا رو با هم دیگه قشنگ میکس میکنم رو دستم، گرمشم میکنم. کرم پودر رو مستقیم روی پوست نمیزنیم. خب بعدش میذارم روی پوستم، میبینید چقدر بافتش قشنگه. میذارم و میرم سراغ براش محبوبم، یا حتی میتونیم امروز از براش هم استفاده نکنیم چون اون دفعه کردیم. فقط میرم سراغ بیوتی بلندر که ببینید با بیوتی بلندر چه شکلی میشه. اینو اصلا میتونید با دستم کلن بزنید و پخش کنید چون بافتش هم خیلی رقیقه، مثل ضد آفتابه دیگه، در واقع مثل ضد آفتاب رنگیه. میتونید اصلا مستقیم برید کلن با دستتون فید کنید و تمام. خب میرم سراغ بیوتی بلندرم، شروع میکنم آروم آروم. ضربه های بیوتی بلندر اصلا اینجوری نیست، فقط سر جای خودش خیلی خیلی آروم، انگار اینو هول میدیم بره توی پوستمون. اونجوری هوا وارد پوست کرم پودرمون داریم میکنیم با این کار، مثلا بافتشو قشنگ دیگه نمیکنه. بیدش کردم، میبینی چقدر براق و قشنگ روی پوست. خیلی یادم اون زمانی که مثلا تازه گرفته بودم خیلی دوستش داشتم، همش همینو میزدم. بعد دیگه شما مثلا من هر چند وقتی بار بعد یه چیز دیگه رو مثلا برای معرفی چیزی بخوام تست کنم عوض میکنم، مثلا دیگه یه مدت قفلی میزنم رو اون، اینو یادم رفته بود ولی خب من هنوزم خیلی دوستش دارم. خب بریم سراغ کانسیلر. کانتور چرب اصلا کلا امروز نمیخوام بکنم، یه ذره میکاپ پوست کلا سبکتر باشه، چون که اینی هم که الان زدم ضد آفتاب رنگی بود دیگه، کاور اونقدر عجیب غریبی نداره اصلا و روی پوستم خیلی سبکه. برای کانسیلر من همیشه یه دونه رنگی که حالا تقریبا هم رنگ پوستمه، این رنگ کارامل فرنه، یه خورده این زیر میزنم. اگه تیرگی چیزی باشه این انگار که برطرف میکنه. بعد میرم سراغ یه کانسیلر روشن‌تر، به خاطر اینکه یهو یا رنگ روشن و زیر چشم نباید بزنیم، همه چی رو بیشتر نشون میده. مثلا اگه چروکی چیزی داشته باشید یهو رنگ روشن بزنید قشنگ کارو خراب میکنه. رنگ روشنه بچه، این سایه منم مرتب و تمیز و صافه ها، یه جاهایی هم میبینم که نور داره از این وسط میخوره انگار که اونجا خالیه، ولی خواستم بگم که این نور هی جا به جا میشه. خب حالا رنگ روشنه رو یه ذره واسه هایلایت کردن دیگه میزنم، یعنی میخوام جاهایی که میخوام روشن کنم. من میبینی هی چشم این وره، به خاطر اینکه
پس فردا کلاس دارم، کلاس نیمه خصوصیه. بعد همه هی حالا جدا از اینکه یک عالمه کار دارم، الان نشستم دارم ویدیو یوتیوب میگیرم، همه هی دارن مثلا واسه هماهنگی چیزای مختلفی بهم پیام میدن. بعد پیامشون هم مهمه، به خاطر همین هی اینور نگاه میکنم که ببینم یهو یه چیزی کنسل نشده باشه اون وسط. امروزم بعد برم کارای یه خورده تهیه غذا و چه میدونم خوراکی و اینجور چیزا رو اوکی کنم، اونم خیالم راحت شه دیگه. همین دیگه، حالا اونو ولش کن، الان به همین برسیم. خب من تو این مرحله معمولا روژگونه مایم میزنم، بذار میزنم که دیگه روش احتمالاً روژگونه دیگه اضافه نکنم، چون این روژگونه البا رو اون دفعه بهتون نشون دادم، گفتم بذار یه بارم بزنمش که ببینین چجوریه. یکی این که پیگمنتش خیلی زیاده، یه ذره همین کم که ازش میزنین کافیه، یعنی زیاد بزنین اصلا دیگه بد میشه. بعد اینکه روژگونه کرمیه، تینت نیست، یعنی اصلا خشک مشک نمیشه مثلا رو پوستتون بخواد تیکه تیکه شه و اینا. خب یه ذره میام روش با بیوتی بلندرم که قشنگ مرزاش و اینا. میبینی چقدر نازه، خیلی گوگوله، دوستش دارم. خب حالا منی که پوستم خشک بیک میک نمی کنم، یه ذره با پودرم، فقط پودرم نمیرم، پودرم لگرانده، یه خورده چروک ها رو باز میکنم دوباره، هر چیزی زیر چشمم چروک هست. بعد با یه دونه براش کوچولو پودر فیکسم و پرس میکنم زیر چشمم، ولی خب نمیذارم خیلی بمونه همه جای، البته صورتم جاهایی که میخوام خشک باشه این کار رو میکنم. حالا میرم کانتور پودری میکنم، چون که دیگه کانتور چربم که خیلی کار خاصی نکردیم. یه ذره از پنکیک لگراند میزنم زیر چشمم که کاور زیر چشم هم بیشتر میکنه، هم پوستو یه خورده انگار که صافتر و مات‌تر میکنه. ماندگاری میکاپتون هم خب بیشتر میشه دیگه. حالا برای من مهم نیست، ولی خب دیگه باید بهتون بگم که چجوری ماندگار باشه این میکاپ. یه ذره پودر رو پنکیک و جاهایی که میخواستم روشن شه میزنم. بعد اینجوری میتکنم که برای اینکه هیچ پودری روی صورتم نمونه. خب بعدش یه ذره با همین روژگونه پودری شماره 304 لگراند، رنگش به درد کانتور میخوره، 303 و 304 فکر کنم. یه ذره از اون برمیدارم، یه خورده فقط تپ تپ، به خاطر اینکه زیرش الان چربه، حواستون باشه، تپ تپ میزنم برای اینکه یه خورده فقط صورتم فرم بگیره. در همین حد میشه. یه خورده زیر فکم زدم و همون گونه و پیشونیم، فقط یه خورده رنگ و لعاب میده، حالا خیلی کار کانتور و اینا نمیکنه. بریم سراغ هایلایتر. رفتم سراغ چیزای قدیمی. یه دونه هایلایتر داشتم، برندش لوسمنت اگه اشتباه نکنم. رنگش رو ببین چه شکلیه، یه رنگ خیلی طلایی تقریبا میشه گفت، رنگ لباس همه تقریبا. به خاطر همون یه ذره اینجا میزنم که یه شاین خیلی قشنگی میده. اینم یادمه که اون موقع ها خیلی دوستش داشتم قبل از اینکه برم سراغ چیزای دیگه. یه ذره از همین هایلایتر اون جلوی چشم گفتم خالی بذارین، اونجا میزنم که فرم چشم هم قشنگتر میشه. این پیگمنتش فکر کنم واسه جلوی چشم کمه، یه از همون پلت هم یه شاین روشن میزنم. این بهتر، میبینی خیلی چیز جزئیه ها، ولی خب خیلی توی میکاپتون تاثیر داره. این شکلی میشه، یه ذره اون جلوی چشم شاین میفته. خب برای سایه زیر چشمم من همون رنگایی که بالا زدم و خورده با هم ترکیب میکنم، فقط
میزنم زیر چشمم. خیلی هم سعی میکنم که جلوی چشم نیارم، فقط در حد اینکه خورده خالی نمونه و فرم بده. یه خورده اینجاشم مشکی کنین، هم گوشه که مداد کشیدیم بازم چشمتون رو کشیده تر میکنه. خب شما توی این مرحله میتونین ریمل بزنین، ولی یه لحظه اینو نگاه کن. این میشه. موجه هم خیلی خوشگله. ببخشید که قسمت موجه گذاشتن بهتون نشون ندادم، چون که موجه چیزیه که چند ماه واسش خیلی ذوق دارم و زحمت کشیدم و سورپرایزیه که حالا بچه که اینستا دارن میدونن که چند وقته من درگیر یه قضیه و اون قضیه اینه. ولی خب حالا نمیدونم چرا اینجا گفتم، چون اسم کنم یوتیوب همیشه یه جوره انگار که خودمونی تر و مثلا صمیمانه تریه، نمیدونم چرا. ولی حالا فعلا هم خیلی اصلا نمیخوام راجعش صحبت کنم، چون که فکر میکنم که حدودا 1 ماه دیگه بازم طول بکشه این قضیه، این که آماده بشه حالا واسه یه فروش و اینجور چیزا. ولی خب خیلی ذوقشو دارم و تستشو پس داده، انقدر که من این چند وقت استفاده کردم ازشون. و ببین این تازه یکی از مدل‌های مثلا خیلی نچرالش و ایناست و خیلی خوشگله و دقیقا چیزایی بود که من همیشه میخواستم و نبود و خودم دست به کار شدم. خب توی ابروام هم میسلا رو تمیز کردم، بعد ژل ابرو، بعدش هم من توشو یه خورده جاهای خالیشو با ماژیک ابروی پیپا پر میکنم، رنگ قهوه‌ای تیرش، یعنی خیلی مشکی نمیخوام بشه ابروام. داشتم خط لب میکشم یهو دیدم که ریکورد نمیکردم. ابروامو داخلش فقط یه خورده در حدی که چیز بشه پر بشه جاهای خالیشو اینا پر کردم. برای خط لب این شماره 823 پیپا که خط چشمشه من به عنوان خط لب استفاده میکنم، چون اون دفعه سحر داشت بهم میگفتش که یا عالمه میان دایرکت میان خط لب این رنگی رو میخوام، ویدیوهاتو میفرستم، ولی خب ما باید هی توضیح بدیم که آقا این خط چشمه. الان گفتم خودم بگم. یه خورده خط لب میکشم. برای رژ لب میرم سراغ این رژ لب سیدنی، این شماره 736 که رنگ نوده. من یه ذره اینو هی بعد اینجوری میزنم، بعد هی شروع میکنم ترکیب کردن با خط لبم. فقط الان حس میکنم که رنگش یه ذره صورتیه، بذار پخشش کنم، بعد یه چیزی گرمترم بهش اضافه میکنم که به استایل الانم بیاد. من با یه براش قشنگ پخشش کردم، با این براشم با خط لبم، و الان رنگشو دیگه اصلا اوکی هم، یعنی چیزی بهش اضافه نمی کنم و فکر میکنم که خوبم شد. اینم شد میکاپ اسموکی ما. خیلی نازه و خیلی هم خدایی دیدین آسونه، یعنی چیز خیلی سختی نداره کلا میکاپ اسموکی. مرسی اگه تا آخر ویدیو با من بودین، امیدوارم که یاد گرفته باشین. ویدیو قبلی رو هم حتما برین ببینین، اونم کلی توش نکته گفتم. همین دیگه، سابسکرایب هم یادتون نره.